جده وокزال شهر لوبوف نزدیکی سرحد پولشا. چند از دانشجویان تاجیک با هزاران اوکراینی به پولشا فرار کردند. این آدم‌ها می‌خواهند که از گرانیت پولشا بگذرن طرف پولشا روند. بیش از 30 دانشجوی تاجیک 2 روز را در راه گذراندند تا از دنیپر به لهستان برسند. نصف راه را با قطاره و نصف دیگر را پیاده طی کردند. دانشجویان لحظه های فرار خود را از جنگ به نوار گرفتند. از اینجا اون طرف 30 کیلومتر دیگه مانده است که باید با پا رویم، پیاده. دانشجویان نقل کردند که در راه به لهستان ساکنان دهه های نزد مرزی مهربان بودند. از خوراک نیز مشکلی نداشتند. آنها میگویند در این سفر سفارت تاجیکستان در اوکراین نیز به آنها کمک کرد. مطعم‌های بی پول، چای، کافه‌های بی پول تهیه کرده شدند. اینجا گرانیتسا شما سر دادن میگیرد. من ماشین برخی با ماشین های خود از مرز گذشتند. گذشتیم بی ویزا بی یگان چیز طرفی پولشا در آمدیم. گرانیتسا پرسش دکومنت نمیکنه. پاسپورت تاجیک گذشته و رفته هم میگیرید. از جنگ روسیه با اوکراین ده ها هزار نفر به کشورهای همسایه میگریزند. احتمال کشورهای اروپایی از راه امن پناهندگان تاجیک را به تاجیکستان بفرستند. گражданин اوکراین باشه сразу метаншон барои рафтан лагерро мераванд. агар ҷои хоб надошта бошанд ё ки онҷа менависи ё ки отказ мекунӣ лагер барои ваё бежниса чишмо метаҳанд. барои миллати худмон наметиҳанд бачаҳо. инами бежнисагии чира ҳамон листока наметанад. муҳлатат метаҳанд. سرحد پولشا را قرار داریم. من این استودنت‌های تاجیکی که با ما در راه هستند. با وجود رسیدن خبرهای تیره از اوکراین، دانشجویان تاجیک امید دارند جنگ به زودی خاتمه می‌یابد و آنها به درس و تحصیل برمیگردند.